باید بدنش تربیه کرد. از خورد و خوراک، از مشق‌ها، دوست داشتن مهنت. دوم از احساس، یعنی همدردی، دوست داشتن، مهر داشتن، کوشش کمک کردن به یکدیگر، دلسوزی و هوکزو صفت‌های احساساتی مثبت رو تربیه کردن. سوم این تربیه عقلی است. البته آموزاندن، دانش شناساندن کودک با چی جمعیت، چی طبیعت. تربیه دیگر این تربیه بر روان انسان روانه شده است که باید کودک ریالی واقعی باشد و جهان بیرونه را درست در سرش انعکاس کند. در حالت گوناگون فهماندن عالم اطراف، کودک جهان باطنیش را با جهان بیرونه راست کردن نمیتواند. از همین حساب مشکلات آمدنش ممکنه. و البته تربیه از تربیه اجتماعی، رفتار در بیرون، در کوچه چه در عائله، و تربیه معنوی، شناختن خود.